آقا من یه غلطی کردم. 3 هفته از این قرص جوشانه برای موهام استفاده کردم که الان هر جا میرم همه فکر میکنن میلیون هزینه برای موهام کردم. آخه این قبل استفاده است، اینم بعد استفاده از این قرص جوشان هستش. اسمشو همینجا میخوام بهت بگم. نه میخوام چیزی رو برام کامنت بکنی، نه اصلا توی دایرکت برام چیزی بفرستی، ولی برای حمایتم که شده این پستو سیوش بکن و الان بفرست برای اون دوستت که میدونی بهش احتیاج داره. و برای اینکه ترفندهای زیاد و نکات مراقبتی برای موهات بدونی، یه سر به پیجم بزن. این قرصه به خاطر مواد مغذی که داخلش وجود داره تمام ویتامین های مورد نیاز موهات رو تأمین میکنه و بعد از یک دوره پرپشتی و تراکم زیاد رو به موهات برمیگردونه و بعد از یک دوره برای ریزش و کمپشتی موهات معجزه میکنه و علائم تاسی کف سر رو به شدت کاهش میده. اسم این قرصه بیوتین کافئین هستش. فقط حواست باشه یک روز در میان قبل از نهار میل بکنی. مطمئنم بعد از یک دوره استفاده کردن میای همینجا کامنت رضایتت رو برام مینویسی.